شاهینم، به کانال آشپزی با شیرین خوش اومدین. امروز قراره بهتون کیک هویجی آموزش بدم. خیلی خوشمزه است و امیدوارم که درست کنید لذتش رو ببرید. موادی که نیاز داریم 4 عدد تخم مرغ، 1 قاشق چایخوری دارچین دل بخواهی، نصف قاشق چایخوری وانیل، 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، گردو دل بخواهی، اما اگه گردو قرار توش بریزید 1 قاشق آرد داخلش قاطی کنین، 2 پیمانه آرد قنادی، 1 پیمانه شکر، 2 پیمانه هویج که معادل 400 گرم هویجی که باید با دونه ریز رندش کنید. بریم که کیکمون رو درست کنیم. باید 4 تا تخم مرغ رو داخل ظرف بشکنیم. خب بچه 1 پیمانه شکرمون رو توی تخم مرغ اضافه میکنیم. وانیل و دارچین هم اضافه میکنیم و با دور تند همزن هم میزنیم. حدوداً 5 دقیقه. باید حالتی بشه که افت کنه و کشدار بشه. امشب قرار بریم خونه خالم و من گفتم که چون دست خالی دوست ندارم جایی برم، گفتم که کیک هویج درست کنم و ببرم پیش خالم. ببینیم چی رنگ. حواستون باشه باید دورگیری هم بکنیم حتما که همه مواد مخلوط بشه. باشه یه تکنیکی که این وسط هست اینه که یه تکنیکی که این وسط هست اینه که باید توی یه راستا همزن هم بخوره. مثلا اگه برگردونی باعث میشه پفش بخوابه. چون تخم مرغ کاری که میکنه اینه که باعث پف کردن کیک میشه. حالت کشدار شده. خب یه مقدار دیگه هم بزنیم بعد میشه. چون دورش کنده کمتر از 5 دقیقه. ببینید داره پف میکنه میاد بالا. خب بچه میبینیم که هم کشدار شده هم پف کرده. بودم 5 دقیقه هم زدیم با همزن. الان در حال حاضر باید روغن رو به مواد اضافه کنیم. روغن رو بیام جلوی دوربین. روغن 3/4 لیوان باید باشه. حدوداً 20 ثانیه با دور تند همزن هست. بچه ها آرد باید الک شده باشه. آردی که از قنادی میگیریم الک شده هستش، ولی خب خودمون دوبار الک کنیم باعث میشه که کیکمون فنری تر بشه. من قبل اینکه پیمانه بزنم دوبار الک کردم آردو. به 2 مرحله داخلش در 2 مرحله بهش اضافه میکنم. یواش هم اگه یهو آردا رو داخلش اضافه کنیم باعث میشه که آرد دونه دونه داخلش بیفته، یعنی حبابی بیفته و کیکمون رو خراب میکنه. 1 قاشق چای خوری بیکینگ پودرمون رو الان اضافه کنیم و با همزن الان موقع اضافه کردن کارمون دیگه با همزن تموم شد. چون الان کارهایی که باید بکنیم در حد یه مخلوط کردن نه هم زدن. میذاریم کنار و هویجای رنده شده رو بهش اضافه کنیم. گردو بزنیم خیلی بهتره. حالا چرا گردو رو با آرد قاطی میکنیم؟ اگه گردو رو خالی همینجوری بریزیم داخل موادمون گردو ته‌نشین میشه، میره ته مواد. ولی اگه گردو رو با آرد قاطی کنیم مخلوط کنیم باعث میشه که گردو لابلا و وسطای
کیکمون. خب بریم برای آماده کردن قالبمون و روشن کردن فرم. برای کیک‌های میوه‌ای از قالب میانتویی استفاده کنیم. ما یک قاشق روغن رو با یک قاشق آرد قاطی میکنیم و دور تا دور قالبمون میزنیم. چون گوشی تو دستمه نمیتونم خوب فیلم بگیرم. چرب کردیم کامل. الان موقع ریختن مواد داخل قالبه. خب کیک رو داخل قالب ریختیم. مواد کیک رو چند بار میزنیم زمین تا حباباش از بین برن. توی فر از قبل گرم شده میذاریم. داخل فرای برقی 45 دقیقه توی دمای 170 درجه. توی فرهای گازی 40 دقیقه توی دمای 180 درجه میذاریم تا آماده بشه. نیم ساعت اول اصلا در فر رو باز نکنین چون پف کیک میخوابه و برای اینکه متوجه بشیم که کیک آماده هست یا نه یه سیخ چوبی رو میزنیم داخل کیک. اگه به سیخ چوبی مواد کیک نچسبید یعنی کیکمون آماده است. بریم که بذاریم توی فر. تا 45 دقیقه دیگه کیکمون آماده میشه. کیک هویجی تازه از فر در اومده. بریم که تستش کنیم. بافته شو. حالا ببینیم چجوریه. مزهش عالیه. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. حتما نظرات خودتون رو کامنت کنید. اون زنگوله پایینم بزنید تا فیلم‌های بیشتری بذاریم و متوجه بشید.